سلام، خوش اومدید دوست خوبم. حالت چطوره؟ امروز اومدم با آخرین ویدیو سال 1403. امیدوارم سالی که گذشت یکی از بهترین سالهای عمرت باشه، یا اگر نبوده امیدوارم سال دیگه بهترین اتفاقا برات بیفته. کارهای آخر سالتو کردی؟ خونه تکونی ها. ولی من معتقدم آدم باید قبل از خونه تکونی دلشو بده کنه، حال بعدش از خودش دور کنه. رفیق، ما تا خودمون حال خودمون رو خوب نکنیم کسی ضامن حال خوب ما نیست. پس بیا تلاش کنیم خودمون حال خودمون رو خوب کنیم. مرسی که تو این کانالم روی من ویدیو میبینی. اگه ازم حمایت کنی خوشحالم میکنم. پس لایک و سابسکرایب یادت نره. تا صفحه 24 کتاب خورشید رو غروب اومدیم. میخوام ادامه این کتاب جذاب رو برات بخونم. پس حالا که خسته خونه تکونی و کارهای آخر سالی، یه 10 دقیقه به گوشات و مغزت استراحت بده. چشاتو ببند. اصلا برو زیر بدون. چشاتو ببند و فقط گوش کن. برات کتاب بخونم. بریم سراغ کتاب جذابمون. راستی میدونستی 404 سال ماره؟ اینجای کتاب رسیدیم به مار، همون پسری که داره برامون روایت میکنه. داره میگه، بریم میخونیم. نمیدانم باید در مورد مار صحبت کنم یا نه. بعد از ظهر حدود 4 یا 5 روز پیش بچه‌های محله 10-12 تا تخم مار پیدا کردن بین تیرهای چوبی حصار باغ. بچه‌ها اصرار داشتن آنها تخمه افعی هستند. به ذهنم خطور کرد که اگر 10-12 تا افعی برای خودشان توی نیزار روی بامبوی اطراف ما بخزند، دیگر نمیتوانیم بی احتیاط وارد باغ شویم. به بچه‌ها گفتم بیایید تخم‌ها را بسوزانیم. بچه‌ها هم با خوشحالی دنبال من راه افتادند. نزدیک پیش کوپه‌ای درست کرد و آتش روشن کردیم و تخم‌ها را داخل شعله‌های آتش انداختیم، اما تخم‌ها آتش نگرفتند. یک دختر از آن طرف حصار صدای ما زد و پرسید چه کار میکنید؟ گفتیم داریم تخم‌های افعی میسوزانیم. گفت تخم‌ها چه اندازه‌ای هستند؟ گفتم تقریبا اندازه تخم بلدرچین‌اند و کاملا سفید. گفت پس آنها تخم مارهای بیخطرند، نه تخم افعی. تخم‌های خام کامل نمیسوزند. آن دختر خندید و دور شد. آتش نیم ساعت زبانه کشید و تخم‌ها نسوختند. بچه‌ها تخم‌ها را از داخل آتش بیرون آوردند و زیر درخت و آلو جال کردند. گفتم بیایید همگی دعا کنیم. بچه‌ها هم پشت سرم زانو زدند و دستایشان را برای دعا کردن به هم چسباندند. مادرم بالا در سایه داربست گیاه پیچ ایستاده بود. گفت کار خیلی بیرحمانه‌ای کردی. گفتم شاید تخم افعی باشند. به هر حال برایشان یک خاکسپاری خوب و معقول برگزار کردم. ناراحت نباش مادر. مادر به هیچ وجه خرافاتی نیست، ولی از 10 سال پیش، یعنی زمانی که پدر در خانه من در خیابان نیشیکادان مرد، شدیدا از مار میترسد.
از آن زمان 10 سال گذشته، اما هنوز خاطراتی کاملا واضح و روشن دارم. داشتم کنار حوض راه میرفتم و میخواستم برای اتاق پذیرایی گل بچینم. کنار درخت آزالیا ایستادم. یک مرتبه متوجه مار کوچکی شدم. کمی ترسیدم. وقتی میخواستم از بوته گل روز آبشاری گل بچینم، آنجا هم یک مار دیدم. روی درخت افرا، روی بوته طاووسی، روی بوته پیچ، روی درخت گیلاس و روی هر بوته و درخت یک مار بود. در واقع از سوراخ‌هایشان بیرون خزیده بودند تا به روح بدنم ادای احترام کنند. بعدم وقتی این ماجرا را برای مادر تعریف کردم، با آرامش گوش کرد و قصه‌اش را کمی به پهلو خم کرد. انگار داشت به چیزی فکر میکرد. این دو ماجرا باعث شدن که از آن موقع تا حالا مادر از مار متنفر باشد. یا شاید بهتر است بگویم مادر از مار میترسد. وقتی مادر فهمید من تخم مار را سوزاندم، حتما احساس کرده که این کار بدی اون است. این مسئله باعث شد خود منم احساس کنم با سوزاندن تخم مرده که به کار وحشتناکی شدم. میترسیدم مبادا مادر را گرفتار نفرینی شیطانی کنم. نه آن روز، نه روز بعد و نه روزهای دیگرم اتفاق از ذهنم بیرون نمیرفت. تازه امروز صبحم توی اتاق غذاخوری آن جمله احمقانه در مورد اینکه زیبایی‌ها کمتر عمر میکنن از دهانم بیرون پرید. درست همان روز توی باغ یک مار دیدم. روز زیبا و آرام بود. بعد از اینکه کارهایم در آشپزخانه تمام شد، با خودم فکر کردم صندلی حصیری را بگذارم روی چمن و بافتنی بپوم. به محض اینکه صندلی به دست قدم به پا گذاشتم، روی ساقه‌های زنبق یک مار دیدم. تنها واکنش من انزجار و نفرت بود. صندلی را برگرداندم به ایوان. همانجا نشستم و شروع کردم به بافتنی. بعد از ظهر وقتی رفتم به باغ از کتابخانه یک جلد از نقاشی‌های میری لارنسی را بردارم، ماری خیلی آهسته روی چمنم می‌خزید. همان ماری که صبح دیده بودم. به نظر می‌آمد دنبال چیزی می‌گردد، ولی بعد از چند لحظه سرش را پایین آورد و بی‌حال افتاد. با خودم گفتم حتما ماده است. درست همان روز که زیبایی مار تأثیری ژرف بر من گذاشت، رفتم به انباری یک جلد از نقاشی‌ها برداشتم. هر جا را نگاه کردم اما مار را ندیدم. ناپدید شده بود. حوالی شب وقتی داشتم با مادر چای می‌خوردم، اتفاق چشمم به باغ افتاد و دوباره همان مار را دیدم. روی پله سوم پله‌های سنگی به آرامی در دیدرس من می‌خزید. مادرم متوجه شد. گفت مار است. اما زمان که این جمله را گفت، خودش را به صورت به من رساند. دستای من را محکم چسبید. بی مقدمه گفتم مادر، منظورتان مادر تخم هاست. مادر با صدای ضعیف گفت بله. دستهایم را گرفته بودیم. نفسمان بالا نمی‌آمد. در سکوت ایستاده بودیم و مار را تماشا می‌کردیم. مار روی سنگ حلقه زد و شروع کرد به جنبیدن و به سمت زنبق‌ها خزید. زمزمه کردم از صبح تا حالا دور و بر باغ می‌پلکد. مادر آهی کشید و گفت مطمئنم دنبال تخمهایش می‌گردد. صدای مادر خیلی غمگین بود. از آنجا که نمی‌دانستم باید چکار کنم، عصبی و ریز خندیدم. خورشید رو به غروب که بر صورت مادر تابیده بود باعث می‌شد چشمایش تقریبا آبی به نظر برسد. صورتش هم کمی عصبانی. آنقدر دوست داشتنی بود که احساس کردم دلم می‌خواهد به سمتش پر بکشم. یک مرتبه به ذهنم رسید که مادرم شبیه همان مار بیچاره‌ای است که چند لحظه پیش دیده بودم. دستم را گذاشتم روی شانه نرم و ظریف مادر. آشفتگی و تلاطم عجیب را درون مادر احساس کردم که نمی‌توانم توصیف کنم. رسیدیم به اینجا که مار اومده تو حیاط خونه‌شون. من که فکر میکنم
هستن